ماجرای باب اسفنجی نه تنها تو تلویزیون، حتی روی پرده سینما هم ادامه داره. چون که به زودی قرار 4مین فیلم انیمیشنی باب اسفنجی و دوستاش ساخته بشه. ما هم بخوایم تو این ویدیو همه چیزایی که در مورد این فیلم جدید میدونیم باهاتون در میون بذاریم. پس با همون همراه باشید و لطفاً برای حمایت از ما کانال انیمیشن سیکرت رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال کنید. خب دیگه بریم سراغ این انیمیشن. تا الان نیکلودئون سریال‌های کارتونی مختلفی رو پخش کرده و کلی سریال موفق از این کانال پخش شده. اما تعداد کمی از اونا تونستن مثل باب اسفنجی بدرخشن. باب اسفنجی توسط هیلنبرگ ساخته شده و برای اولین بار تو سال 1999 اکران شد. تا الان هم بیشتر از 10 تا فصل از این سریال ساخته شده. و این سریال خیلی خوب تونسته به شاخه‌های دیگه هم نفوذ کنه و به یه فرانچایز تمام عیار تبدیل بشه. اولین فیلم باب اسفنجی به اسم باب اسفنجی شلوار مکعبی تو سال 2004 توی سینما اکران شد. و در حالی که قرار بود این فیلم هیچ دنباله‌ای نداشته باشه، اما موفقیت بی‌نظیرش باعث شد 2 تا فیلم دیگه، یعنی فیلم باب اسفنجی اسفنج بیرون از آب و فیلم باب اسفنجی اسفنج در حال فرار هم ساخته بشه. و الان هم کمپانی پارامونت خبر ساخته شدن 4مین فیلم باب اسفنجی شلوار مکعبی و خبر تولید فیلم‌های دیگر رو هم منتشر کرده. فیلم باب اسفنجی اسفنج در حال فرار تو مارس سال 2021 اکران شد و با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. پس خیلی تعجب آور نیست که صحبت از ساخت دنباله 4 بشه. ساخت 4مین فیلم باب اسفنجی شلوار مکعبی توی فوریه 2022 تایید شده و برخلاف اسفنج در حال فرار که به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت ویدیویی منتشر شد، این دنباله جدید قراره توی سینماها اکران بشه. حالا قرار داستان دنباله 4 چی باشه؟ همونجور که میدونید فیلم‌های باب اسفنجی از یه خط داستانی یه جور پیروی نمی‌کنن. به خاطر همینم نمیشه دقیقاً گفت که این سری فیلم‌ها دنباله‌ای هم هستن یا نه. در واقع هر کدوم از اونا یه فیلم مستقلن، ولی همشون یه پیامی یه جور دارن و پیامشون اینه که قدرت و شجاعت از درون آدم سرچشمه میگیره. و این سری فیلمایی هستن که بیشتر مخاطبای جوون و هدف قرار میدن. پس باید پر از مطالب آموزنده برای این رده سنی باشن. و در نظر گرفتن این موضوعا نمیشه پیش بینی کرد که داستان باب اسفنجی 4 دقیقاً در مورد چه چیزیه. چون داستان این فیلم میتونه در مورد هر چیز و هر کاراکتری از باب اسفنجی باشه. اصلا به خاطر همینه که این سری فیلم‌ها همیشه مخاطب و سورپرایز میکنن. شاید این فیلم در مورد فرمول مخفی همبرگر کرابی پتی یا نقشه‌های شیطانی پلانکتون باشه. شاید هم در مورد روبوده شدن یه شخصیت یا حتی تبدیل شدن باب اسفنجی به یه شخصیت شیطانی باشه. هنوز مشخص نیست که باب اسفنجی شلوار مکعبی 4 توی مرحله پیش تولید قرار داره یا نه. و اینکه آیا این فیلم از یه سبک انیمیشنی پیروی میکنه یا نه. به خاطر همینم از اونجایی که ما در رابطه با روند تولید این فیلم انیمیشنی اطلاعات زیادی نداریم، نمیتونیم بگیم که تولیدش چقدر زمان میبره. اما در کل میشه گفت اگه تولید باب اسفنجی 4 در طول فیلم برداری و قبل از اکرانش با هیچ مشکلی مواجه نشه، 4مین فیلم باب اسفنجی شلوار مکعبی ممکنه توی سال 2023 اکران بشه. و علاوه بر باب اسفنجی شلوار مکعبی 4، پارامونت اعلام کرده که 3 تا اسپیناف دیگه هم با تمرکز روی 3 تا شخصیت اصلی بیکینی باتم ساخته میشه. اما مشخص نیست که این شخصیت‌ها کدوم یکی از کاراکترهای باب اسفنجی باشه. حتی ممکنه یکی از این فیلم‌ها همون فیلمی باشه که قرار بود در مورد کاراکتر سندی ساخته بشه و اسمش نجات بیکینی باتم بود، یا اینکه قراره یه پروژه کاملا جدید باشه.
اولین فیلم از این اسپینافا قراره توی سال 2023 اکران بشه و در حالی که این فیلم ها میتونن روی کاراکترهای مختلف تمرکز کنن، مطمئناً شلوار مکعبی، پاتریک و آقای خرچنگ توی همه این فیلم ها حضور خواهند داشت. ولی با همه اینا چیزی که مسلمه اینه که باب اسفنجی همیشه مخاطبا رو به اعماق اقیانوس و به شهر زیرابی بیکینی باتم میبره تا اونا رو با خودش و دوستای بی‌نظیرش آشنا کنه. و باب اسفنجی همیشه تو این شهر با کلی مشکلای مختلف مواجه میشه و بهترین دوستاش یعنی پاتریک و سندی و آقای اختاپوس و رئیس حریصش آقای خرچنگ اونو همراهی میکنن. و این ماجراجویی باب اسفنجی غیر از تلویزیون به عرصه‌های مختلفی کشیده شده و وارد دنیای بازی‌های ویدیویی، کتابای مصور، فیلم‌ها و اسپینافا شده. و الان هم که قرار فیلم 4 ساخته بشه، طرفداراشو ذوق زده کرده. و چی بهتر از این که ما هم تو این ویدیو این خبر خوبو به شما دادیم. خب بچه‌ها، امیدوارم که به زودی این فیلم انیمیشنی هم ساخته بشه و از دیدنش لذت ببرید. توی قسمت نظرات به هم بگید که از چه سبک ویدیوهایی خوشتون میاد یا چه انیمیشنایی رو میخواید براتون تحلیلش کنم. یادتونم نره که کانالمون رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید تا به دوستای بیشتری نشون داده بشه. تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.